اینا چی است؟ نواسای سپن محمود هستم باز. شما؟ شکل پیسای وقت ما شماست که نال ما شماست ضعیف شدیم وقتی تو پیسا داشتیم یاش که از قاجاری است این ایرانی است اینیا که از افغان دور میگنش دور داریم عقیق کبود داریم دیگه شیشه داره پیش از ترس نمیومد عالم است ترس عالم است ترس این سلیمانی ها مثلا این 10,000 افغانی باید داره امی جلک تو چیش دیگر که مدفون بر آن خاک ابوالمجد سنایی کم نیز یاقوت ابو نصر ابو ریحان. خب کرشمه جان دوستای عزیز ما فعلا پیش یکی از دکان هستیم که در اینجا کل سنگای قیمتی فروخته میشه دیگه ما مقدر زیاد نمیشناسیم از این سنگا را بعضی‌هایش اگه بشناسیم میریم هم امروزشون گپ میزنیم هم امروزشون معرفی میشیم و همچنان سنگایشون با مزه اجازه است معلوم میشه میبخشید بسیار سلام علیکم خوب هستین شما هستین مسئول رو خود یعنی معرفی کنید استقبالی که داشته باشید ما خود ماجی محمد رحیم هستم بسیار خوب صاحب دکان شارینه و دکان دارم در کاخ زرکشان خب دیگه چی بگویم؟ سلام علیکم برادر خوب هستین بخیر صحت شما خوب جان شما دکاندار هستین اینجا ما انشالله که 8 سال خمیشه که در کابل دکاندار هستم خب یعنی قبلا دیگه جای بودی؟ قبلا غزنی بودم غزنی دکان داشتم اونجا خوب بودی اینجا که اینجا آمدن نه اینجا از غزنی که بهتر است خوب است فایده رو دیدین دیگه آمدن اینجا فایده رو دیدیم اینجا آمدیم فایده ما زیادتر شدیم حال چطور است حال بازم شکر هزار بار شکر است خود نسبت به سابقه کاروبار کم ذره دیله است کم ذره سلوس خیلی این سنگای قیمتی از کجا میآید یا دیگه این مارای خود مردم از افغانستان است مثلا از ایران می از افغانستان است یا دیگه چیزای نیمروز است از نیمروز می از هرات می همش آثار عتیقه است دیگه قدیمی چیزای کانه است قدیمی چند نوع سنگ اینجا داریم ما عقیق داریم عقیق کریستال داریم دور میگنش دور داریم عقیق کبود داریم دیگه شیشه داریم از چند رقم چند نوع شیشه داریم خیلی چند رقمش با ما نشان بده یعنی میره چند رقمش بگیرین می کل شیشه است نه دیگه نزدیک بیار یک چند تا که نزدیکت باشه که ما درست ببینیم میشه این شیشه است شیشه های فیروزه‌ای است امینو یک ببینو بسیار زیاد میبخشید نه شیشه فیروزه است گفته نه رنگش فیروزه‌ای است خود شیشه است مواد شیشه لاجورد داریم مثلا جالبه سنگوری است نه اینا دیگه سنگ است اینا رو باز میگن گوشواره و چیزا شما جور میکنین یا شیشه است سنگ استاد جان قیمت از این باز چند است قیمت از یا 500 افغانی 400 افغانی یک دانش ژل بستش خب ژل بستش اینو با چیکار میکنن یا دیگه مردم دیزاین میزنن برای خودشان میبرن همه دیزاینرها میاد باز برای خود یار دیزاین خودشان دیزاین میکنن یا میبرن ما میتون لوکا سودا میکنیم ما نه دیزاین میزنیم نه چم تو سودا میکنیم فعلا هم خرید فروش چیزایتون خوبه از بازار اینجا خوب پیش میره شکر است از پیش که ضعیف بیشتر مشتریتون از خارج از افغانستان است یا داخلی است خارجی کی میاد پیشم نمیاد عالم نمیاد چرا پیش خو میترسید کی میاد یک شو نمیاد پیش نمیاد پیش از ترس نمیومد عالم است ترس عالم است ترس جالب است خوب است که مشتری بیاد خب کاروبار ما بسیار خوب میشه به خاطر یک چیزای توریستی است ما شما نمیخریم مردم ما شما نمیخرن همون مردم میخرن که مثلا در پاکستان ببره و چین ببره و تایلند ببره اینجا کس نمیخره باز قیمت از یا چند است گفتم یک جلش جل بسش 500 افغانی از یا 500 است یک جل بسش رنگاش تا مختلف خو رنگش کسی مثلا در زرد دیزاین میزنه کسی در سرخ کسی در لاجوردی کسی در فیروزه‌ای دیزاین میزنه برای خود فکر کنم قیمتش لاجورد است قیمتی ترین سنگتون کدام سنگ است اینجا در اینجا قیمتی ترین سنگ سلیمانی است سلیمانی است چند از قیمت از این این سلیمانی ها کسی نه خب این قیمتی ترین سنگ تانمی است این سلیمانی ها مثلا 10,000 افغانی باید این یک جلک تو چش دیگر این رسیدم
خوبه چیم بسیار مقبول هم است احمد جان اگر بارم در تصویر بگیرن در تصویر بگیرن افتاو لگن به اینیو کوفی کس نواسه اینیو خب این سنگ کلان که بالای سر شما سی بنام چیاد میشه این سنگ است این سنگ است چی است بنام نامش؟ چی است برای سنگاز دیگه سنگ است سنگای کاردار سالقه باز و قیمتش چند است یا قیمت نداره اینی بسته کلان این چیز 5000 افغانی باید خب این که در پیش اینی که است مثلا یا نو است یا باید داره یا ایندیس یا باید داره مثلا جل بستش 1500 افغانی 2000 افغانی یا باید داره جالب است ولی چیزکای انتیک است و افتال لگنده قدام قسمت بالا احمد جان شده به تصویر باشه و هم بسیار مقبول است او گردن بنده است یا اونو گردن بندام که از ایندیس سلیمانی ایندیس و هم نو است و بنام چی قیمت از با چند است و قیمتایش است 4000 افغانی 3000 افغانی 5000 افغانی دیگه جرام است بله میشه که احمد جان اینجا چند نره سکه است مکم دورتر میریم شراکه دوستا شما میبخش اینجا دکان کمک زیق است قیت است سکه است نمیفهم چی است ولی بیشتر شکل آهن میگین میسی میگین چی میگین همینو هستن چی است اینا این پیسای عبدالرحمن خان پیسای وقت ما شماست که حال ما شما ضعیف شدیم وقتی تو پیسا داشتیم یاش که از قاجاری است این ایرانی است اینیا که از افغانستان ما شماست اینی از افغانستان است چه قسم میرا میبردن نه کدام یک لک دو لک میبود چه قسم میبردن دیگه یاد خزانه بردن میشد بله محمد جان خوب هستی بخیر پیسا است ببین فرخنده تکلاسی جان جوره نخره هم هستن پیسشون عدد هم باشه یعنی 5 رو پس ننشته از زیر سکت از زیر باخرش ماما جان باز پسان گپ میزنید باشه یک گزارش میده یه همشیره آمده باز پسان گپ میزنید یعنی نقره بودنش جدا قیمتش است مثلا ارزشش خب پایین و پره که رفته یک چیز بخری و جدا جالب است والا اینی نیش نمیشه که پایین و پره یافتی یا نیافتی پایین و پره دوستا دوران عبدالرحمن خان میگه است و پایین و پره میگه چند بوجیارد؟ 5 بوجیارد میشد آلم شاید چه قیمتش یا هر رو پیش تو فکر کن 650 افغانی میشه حاله هر رو پیش دلار قیمت‌تر است اینو در وقتش میگه امیر جلیل خان انگلیس گفت که تو سکه نقره چرا ضرب میزنی؟ گفت من 6 برابر تو پیسه دارم دارایی من 6 برابر انگلیس است تو چرا میزنی پیسه؟ تو یکی میزنی من 4 تا میزنم حالا دیگه ما شما ضعیف شدیم کل دنیا صد ما شما رو چند میزنن پیسه ما رو امریکا بند میکنه پاکستان از اون طرف ویزا نمیده مردم کل مردم مریض بیچاره حالا ما شما کل ما بیچاره شدیم یک وقت امپراتور دنیا بودیم بیشک واقعا اگر تاریخ افغانستان اگر دوستای ما و تمام کشورهای جهان یک بار مطالعه کنن واقعا یک کشور محمود غزنوی از اینجا مثلا که حساب میکنی 58 مملکت زیر دستش بود بعد از اون مثلا غوریا مموتو بعد از اون دورانیا مموتو می احمد شاه بابا میرویس نیکه کل ایران در پیشش بود کل خراسان در پیشش بود حالا ما شما ضعیف شدیم ناتوان شدیم از ما کس پرسان نمیکنه خدای پشر یک خون یک فرد ما شما ارزش نداره در ترکیه میره بیچاره سارامرگ میشه در پاکستان نمیماندش در ایران نمیماندش کلش از دست غربت میرگوزن مردم کار نیست بار نیست اینجا دیگه خدای پاک فضل کنه سر مردم ما شما بیا خدا بزرگ است توکل به خدا ما مردم بود افغانستان دیالت نبود اینا چی است؟ نواسای سلطان محمود هستیم شما؟ از روزه سلطان محمود میگم محمود گذشت سیف زمان غازی دوران با ضربه شمشیری و شد هندو مسلمان محمود خود دیگه یک شعر دیگه از پدر بزرگوارم است که میگه افسوس که عمرم همه بیهوده گذر کرد کاروان گذشت سروشرش ما را خبر کرد یک شعر دیگه است که میگه محمود گذشت سیف زمان غازی دوران با ضربه شمشیری و شد هندو مسلمان یک شعر دیگه هم است که میگه از سنایی صاحب میگه که مدفون بر آن خاک ابوالمجد سنایی کم نیز یاقوت ابو نصر ابو ریحان کل زیاد غزنی مدفون است و بسیار مردمای بزرگ بوده ما شما کال خور شدیم لیکن پیش بسیار بزرگ بوده میگه غزنی در روز 7 دفعه میگه تنها صافی میشد کل غزنی میگه شهرش از در جوهای که او میامد کلش میگه از نقره بود او قدری بزرگ است دیگه
حالا که ما شما خار شدیم دیگه سربرای خوب پیدا دلسوز پیدا نتونستیم که سر از این ملت دلش بسوزه. به شک کلش فقط جیب خود پر کردن. به شک یکیش سر از این مردم دلسوزی نکرد، سر از این ملت دلسوزی نکرد که دلش بسوزه سر حال از این مردم. 30 سال 40 سال میشه که این مردم خون میخوره ولی هنوز هم این مردم از خون از این مردم سیر نشده. قیصر دیدن ایمانشون کوچ کرد. ایمانشون کوچ کرد. اینو چی است؟ این درباره از نامش معلومات بده. اینا مدال است. اینا رو باز میخره کس از پیش رو میبرن. به طور مثلا یادگار همو دوره. یادگار یک توفه میتن. یک قدیمی ها. جالب است ولی زیاد چیزای جالب داره اینجا. دوست عزیز واقعا اینجا بسیار زیاد چیزای جالب دوست داشتنی و دیدنی هستن. دیگه هر کباب داره من میخورم. نوش جان ما نان خوردم. نه کاکا بگه گپ شما قبول نه. کاکا چی است؟ سنگای نو است کار کرده سرش مردم مزار. کار ساخت مزار. این از خاطر چی است؟ این از خاطر در دیزاین سابقه رجوع کرده اگر سابقه باشه قیمت داره این نو از این 500 400 افغانی بده. باز با چی خود دیزاین استفاده میشه. دیزاین گفتن استفاده میشه. واقعا چیزهای خوبیشه از بخاطر تزیین به خاطر یک چیزی که مثلا از آثار عتیقه رو خودم نگاه کنه. در اون قسمت هم دوستای عزیز بعضی چیزا به خاطر دیزاین خانه است. میره بگیرم. او هم فکر کنم خالص سنگ است. یا نه اینا نه است. اینم تزیینی است. شیشه است. تزیینی است. مایی که کسا باش با نمیشه که زنده نشه مایی. یا باینه باشه زنده میشه باز. میشه مایی نه دیگه. بسیار چیز قدیمی است. چی؟ خانه پرندگک؟ خانه پرندگک نه. چی است خیو؟ موش. خانه پرنده نه. تلک. او تلک‌های سابقه بود. بسیار قدیمی معلوم میشه استفاده میشه. در این قسمت هم باز احمد جان در کمره بگیره. انگشترهای بسیار قدیمی هستن که هر کس نظر بر خودش استفاده میکرد. او جام است. جام نه او هم قدیمی است که سابق فکر کنم برای نوشیدن او استفاده میکردن از او. در بعض از فیلم‌ها دیدیم. نه وقت چای نبود. میگه چای وقت آنود بجا که بگه آو نه وقت چای نبود آنو میگه سرچپه. خب بسیار زیاد تشکر سلامت باشین. تشکر از که وقت دادین و اومدین. کامرامین استاد یک پله چای برات پرتون. سه کامرامین میگه چای پرتیم مورد شما شما نه تشکر سلامت باشین. نه سلامت باشین. بخیر. دیگه بسیار زیاد تشکر از این. چای دادم مثلا. با برکت است. بازم تشکر سلامت باشین از بر ما قدر وسایل مقبول انتی که بر ما به معرفی کردین و ما شناختیم. اونو که رستوران و اقلای کبوت اونو خوب اون در اون قسمت هم هست در تشریف بگیره دیگه با اجازه بخیر نوشیدن. تشکر سلامت باشین. بخیر انشالله. دوستای عزیز تشکری کردیم تشکری ما خلاص شد و فعلا هم وقت برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تقریبا دکانایی که اینجا هستن تقریبا تمام مثلا آثار عتیقه‌شان یعنی سنگای قیمتی اینجا تقریبا یک چیز است و ما گفتیم که از این یک دکان به طور نمونه بر شما معرفی بگیریم و انشالله که بازارشان خوب شود و فروشاتشان هم خوب شود. از نزدیک این دیدن بکنین. گند افغانی را کارخانه‌اش بود که به معرفی گرفتیم. امیدوارم که آینده ما هم روی کرده باشین بیننده بوده باشین. وقتتان بخیر باشه. گفتن فرخنده جان همچنان میشنوید. تشکر کرشمه جان زنده باشی. واقعا دوستای عزیز بسیار برنامه خوب و دوست داشتنی بود. ما هم تونستیم صنایع دستی خود بیشتر بشناسیم. معلومات بیشتر حاصل کردیم راجع به لباسای افغانی. همون قسم که کرشمه جان گفت راجع به زیورالات. این ساختمان کلش مکملی ساختمان کوچه مکمل کلش انتی فروشی. هر چیزی که خواسته باشی خودتان میتونید از نزدیکی جبه برتن انتخاب کنید و خوبی است که قیمتایشان خوبتر است. دیگه برتن خرید کنید استفاده کنید بپوشید. مال وطنی است. دیگه سابسکرایب بکنین لایک بکنین و نظریات خوبتان با ما شریک بسازین تا ما بتونیم برنامه خوبتر و بهتر براتون آماده تا برنامه بعد بدرود.